مردم میگن شعر لبنان یک شیخ تموم شد. الان هم یه کمک هایی رو آماده کردن، یعنی آماده بود، شاید چند روزی نگه داشتن که ما برسیم با سفیر در خدمت شما اعلام بکنیم با کمال افتخار که این کمک ها به مردم بزرگوار تاجیکستان و در اون منطقه بدخشان که از سیل آسیب دیدن، درسته؟ و ناحیه رشت که تحویل میشه و بالاخره استفاده کنم مردم عزیز این کمک از طرف خیرین عزیز در کشور جمهوری اسلامی ایران. کالاهای مختلفی هست، هم غذا هست در بسته‌های مختلف، از برنج و روغن و شکر و ماکارونی و فرش هست، پتو هست و یک محموله سوخت. من موافقت کردم با سفیر که سوخت فکر کنم 20,000 لیتری از طرف ما در این سفر اهدا بشه به مردم اون منطقه از سبد کالا و یه تعداد هم دیدم اینا بیشتر به وسایل خونه میخوره و یخچال و فریزر و اجاق گاز و یه تعداد محدود خونه هم من موافقت کردم در این سفر در اون منطقه بازسازی بشه.